جرم و مجازات، رمان مشهور دوستویفسکی. امروز در مورد رمان مشهور به نام جرم و مجازات از دوستویفسکی صحبت خواهیم کرد. دوستویفسکی یکی از بزرگترین نویسندگان جهان می باشد. تخصص دوستویفسکی این است که وی در داخل ذهن‌های شخصیت‌های خود بسیار عمیق می رود. یعنی دوستویفسکی ذهن‌های شخصیت‌های از رمان‌های خود را به خوانندگان خود باز کرده پیش رویشان میماند. به طور مثال اگر رمان دوستویفسکی دارای 500 ورق می باشد، از آن 500 ورق 300 الی 3.5 ورق درباره افکار شخصیت‌های رمان وی می باشد. به طور مثال راسکولنیکوف به این نتیجه رسید یا راسکولنیکوف این فکر را می کرد که آن یک شخصیت بزرگ به مثل ناپولیون شده نمی تواند. در سطح داستان پیش می رود، اما عمق اصل در شخصیت های وی و حالات های آنها می باشد. وقتی دوستویفسکی نوشته می کرد، نایلیسم در روسیه به سرعت پخش می شد. نایلیسم چندین اقسام، چندین تعریف ها را دارد، اما نایلیسم اخلاقی که در آن زمان در روسیه پخش می شد به معنی مبارزه به طرف آزادی انفرادی بود. یعنی نسل جوان روسیه از قوانین سخت کلیسا و قوانین سخت نظام پادشاهی خسته شده بود و از آنها خود را آزاد می‌خواستند. دوستویفسکی 4 سال در زندان، سپس 4 سال دیگر در خدمت جبری در اردو سپری کرد. اون از معتادی به قمار خود را نجات دادن نتوانست. به یک زن کم عمر عروسی کرد. در وقت زندگی دوستویفسکی آن شهرتی که ارزشش داشت به آن داده نشد، اما بعد از زندگی وی هر حرف دوستویفسکی به هر زبان بزرگ جهان ترجمه شده است.